عزیزان چقدر بزرگوارن. من یه روز مراسمی بود در باغ کوروش و عرض کنم خدمتتون که من رفته بودم قدمی بزنم، در برگشت راه رو گم کردم، پیدا نکردم و یک دختر دانشجویی بود. گفتم که من ببخشید مراسمی بود در یکی از تئاترهای دور شهر، عرض کنم که دوشنبه. به این دختر خانم گفتم که من میخوام برم این تئاتر و راهشو بلدم. گفت راه خیلی دوره، بیا من شما رو راهنمایی میکنم و برسونم. که ایشون آمد و یه تاکسی گرفت و ما رو سوار کرد و برد در محل نمایشگاه. فاصلش هم قابل توجه بود. خب من اونجا آمدم پول بپردازم، دیدم که این دختر خانم قبلا پول کرایه‌ای منو حساب کرده و تازه خودش هم دوباره باید برمیگشت این مسیر رو و از مسیر دیگه ای میرفت. اینقدر اینها مهربان هستن، اینقدر اینها با کرامت و با احسان هستن و مردمانی بسیار دوست داشتنی و من برای همه این عزیزان مزید توفیق آرزو میکنم. امیدوار هستم که ما بتوانیم مختصری از آنچه را که این عزیزان بزرگوار در حق ما روا داشتن، با مهمان نوازیشون، با لطفشون، با احسان و مکرمتشون، با بزرگواری هاشون، با ایران شناسی هاشون. شما نمیدونید جشن مهرگان رو در باغ فردوسی چگونه اینها برگزار کردن. جای شما همتون خالی بود و واقعا میخوام بگم که حضور این عزیزان رو گرامی بداریم و امیدوار هستیم که این چند روزی که در کرمان هستن بهشون خوش بگذره. به افتخار این عزیزانمون